سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. استاد همین درباره شخصی غیبت شده، مثلا اگر کسی دونسته همین قبولش میکنه که نیت که غیبت میکنیم، همین در حقش مغفرت بطلبیم در روز قیامت چطور میشه؟ میتونه حقش ما بازم طلب کنه؟ خواهر ثانیه، یکی از اینکه به گناه آدمی غیبت شده ما داخل نشویم تا میتوانیم باید زبان را از غیبت نگه داشت. و سبحان الله چه خیلی گفتید، هر چی کند هم انسان یکی زبان خواه نخواه به غیبت می رود. اما درباره کفاره غیبت در درس تفسیرم گفته بودیم 3 چیز است. یک تاش این است که اگر دانی که از او بخشش پرسیدی او خفه نمی شود، از خودش در همین دنیا حلاله می پرسی که مرا ببخش تو را غیبت کردم، اگر او خفه نشود. برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند تا زمانی که فرصت در دنیا دارید و روز قیامت که یگان دیگر راهی بخشش پرسی و هدیه دادن برای شما نمیموند، در همین دنیا از یکدیگر حلالی پرسید. اگر دانید که به آن طرف گفتید من که غیبت کردم و بخشش میپرسم، بخشش پرسید خفه نمیشود، یعنی کینه نمیگیرد، بهترش از خودش بخشش پرسید. اما نفرانی هستند که اگر به آنها گفتیم من تو رو غیبت کردم، تمام عمر دیگر نمیبخشند، بعد کینه در قلبشان میموند. در این وقت دو راهی دیگر است: یا او رو همانگونه که غیبت کردی صفت میکنی، یعنی کارهای خوبش رو میگویی که این همانگونه کارهای خوب هم دارد تا که آن غیبتی کرده را جبران کند، یا چه خیلی گفته در حقش زیاد دعا میکند که پروردگارا مرا هم بخش و خصوصا به خاطر غیبتی که کردم گناههای همان نفر را بخش، درجه او را در جنت بلند کن. گویان برایش زیاد دعا میکند، یعنی یا برایش دعا کردن یا او را همانگونه که غیبت کردی صفت کردن و تعریف کردن به شرطی که دروغ نباشد، یا اگر از اهلی یعنی خفه نمی شدگی انسان ها باشد از او بخشش پرسیدن.